آلمان کلی فیلم خفن و به یاد موندنی به سینمای مدرن دنیا داده. از درامای پر احساس گرفته تا تریلرهای دارک. سلام دوستان، به ویدیو مووی خوش اومدین. تو ویدیوی امروز میخوام 10 تا از بهترین فیلم‌های آلمانی رو معرفی کنم که همشون تحسین شدن و حسابی ترکوندن. شماره 10، هرگز روی برنگردان. این درام تاثیرگذار که کارگردانش فلوریان هنکل فون دونرسمارکه داستان زندگی هنرمند رو دنبال میکنه که دوران بچگیش تو زمان نازی‌ها و سرکوبای آلمان شرقی رو کاراش تاثیر میذاره. این فیلم که از زندگی نقاش معروف گارهارد ریشتر الهام گرفته شده، تاریخ، آسیب‌های روحی و هنر رو با هم قاطی میکنه و یه داستان عمیق و پر از احساس میسازه. با فیلمبرداری محشر و بازی چند لایه تام شیلینگ، این فیلم آلمانی نشون میده که چطور دردهای شخصی میتونن باعث خلق یه اثر هنری فوق‌العاده بشن. این فیلم نامزد اسکار هم شد و واقعا یکی از بهترین فیلم‌های آلمانی سال‌های اخیر و یه اثر اجباری برای هر کسی که به سینمای آلمان علاقه داره. امتیاز IMDbش 7.7 و 85% از کاربرای گوگل این فیلم رو دوست داشتن. اگه دنبال یه فیلم بلند هستی که تاریخ و با هنر و احساس قاطی کرده، این یه انتخاب عالیه. شماره 9، آزمایش. این تریلر پرتنش و اولیور هرشبگل ساخته و از آزمایش معروف زندان استنفورد الهام گرفته شده. داستان درباره 20 تا مردی که داوطلب میشن نقش زندانبان و زندانی رو بازی کنن، اما خیلی زود این شبیه سازی تبدیل به خشونت و هرج و مرج میشه. موریس بلایتور توی این فیلم یه بازی عالی داره و مرز بین نقش بازی کردن و واقعیت رو کاملا محو میکنه. این فیلم آلمانی یه نگاه ترسناک به قدرت، کنترل و ذات انسان میندازه. آزمایش تو IMDb امتیاز بالایی داره و هنوز هم یکی از بیاد موندنی ترین کارهای سینمای مدرن آلمانه. امتیاز IMDb این فیلم 7.7 و 85% از کاربرای گوگل این فیلم رو دوست داشتن. این فیلم برای طرفدارای تریلرهای روانشناختی و داستانایی که ماهیت انسان زیر سوال میبرن عالیه. قبل اینکه بریم سراغ ادامه لیست، اینم بگم که واسه دیدن تیزر فیلم و اطلاعات بیشتر هم میتونی عضو کانال تلگرامم بشی که لینکش رو برات تو دیسکریپشن گذاشتم. شماره 8، خدا حافظ لنین. این کمدی تلخ رو ولفگانگ بکر کارگردانی کرده و داستانش تو برلین شرقی درست بعد از خراب شدن دیوار برلین اتفاق میفته. یه پسر جوون قضیه اتحاد دوباره آلمانو از مادر حساسش که تازه از کما بیدار شده و هنوز فکر میکنه آلمان شرقی سر جاشه قایم میکنه. این فیلم آلمانی بامزه خیلی قشنگ کمدی و احساسات رو بالانس میکنه. دانیل برو توی این فیلمی که از نقشه اصلی و معروفش رو بازی کرده و فیلم به موفقیت جهانی تبدیل شد و هنوزم تو لیست فیلم‌های آلمانی IMDb تو رتبه‌های بالای قرار داره. امتیاز IMDbش 7.7 و 93% از کاربرای گوگل این فیلم رو دوست داشتن. اگه یه کمدی تلخ و دلگرم کننده میخوای که یه تیکه از تاریخ و خیلی هوشمندانه نشون میده، خداحافظ لنین رو از دست نده. شماره 7، خرابکار سیستم. این درام خام و بدون روتوش که کارگردانش نور فنگشایته داستان بینی 9 ساله رو تعریف میکنه. یه بچه خشن و غیر قابل پیش بینی که مدام بین خونه‌های سرپرستی و مؤسسه‌های مختلف جابجا میشه. فیلم از جوابای آسون دوری میکنه و در عوض درد سیستم اجتماعی شکست خورده رو نشون میده. هلن زنگی تو نقش بنی یه بازی شگفت‌انگیز و پر از خشم و آسیب‌پذیری داره. این فیلم فقط یه فیلم آلمانی نیست، یکی از بهترین فیلم‌های آلمانی تو دهه گذشته که تو جشنواره‌های بین‌المللی کلی تحسین شده. امتیاز IMDb این فیلم 7.7 و 87% از کاربرای گوگل این فیلم رو دوست داشتن. این فیلم یه فیلم فوق‌العاده قویه. اگه تحمل دیدن یه داستان خیلی واقعی و تلخ درباره مشکلات یه بچه تو جامعه رو داری، حتما ببینش. شماره 6، سرزمین می. این فیلم یه محصول مشترک دانمارک و آلمانه که مارتین زندولیت ساختتش. این درام جنگ جهانی دوم یه سری اسیر جنگی جوون آلمانی رو دنبال میکنه که مجبور شدن سواحل دانمارک رو از مین پاک کنن. این فیلم شرایط سخت، ترس و معصومیت جوانی رو عالی به تصویر کشیده. با بازی‌های قوی و واقع‌گرایی غم‌انگیز، سرزمین مین یکی از انسانی ترین داستان‌های جنگی تو سینمای آلمانه. این فیلم تو IMDb امتیاز بالایی داره و از نظر بصری خیره کننده است و از نظر احساسی داغون کننده. امتیاز IMDb این فیلم 7.8 و 92% از کاربرای گوگل این فیلم رو دوست داشتن. اگه دنبال یه داستان جنگی با تمرکز روی احساسات و اخلاقیاتی، این فیلم رو ببین. شماره 5، سر به دیوار. این فیلم هم یه محصول مشترک آلمان و ترکیه که فاتح آکین کارگردانیش کرده. این فیلم درام داستان دو تا روح سرگردون به اسمای جاهید و سیبل رو دنبال میکنه که به راحتی با هم ازدواج میکنن اما وارد یه رابطه آشفته و نابود کننده میشن. این فیلم خام، پرشور و بی‌پرده است و هویت، عشق و درگیری‌های فرهنگی رو بررسی میکنه. با بازی‌های به یاد موندنی بیرول اونل و سیبل کیکیلی، سر به دیوار تبدیل به یه نقطه عطف تو سینمای آلمان شد و هنوز هم یکی از بهترین فیلم‌های آلمانی دهه 2000 به حساب میاد. امتیاز IMDb این فیلم 7.9 و 91% از کاربرای گوگل این فیلم رو دوست داشتن. برای طرفدارای درامای عاشقانه پر احساس و آتشی که نگاه به هویت و فرهنگم دارن، این فیلم رو پیشنهاد میکنم. شماره 4، ربان سفید. این
شاهکار سیاه‌سفید ترسناک و میشائیل هانکه ساخته و یه دهکده کوچیک آلمانی رو قبل از جنگ جهانی اول نشون میده، جایی که اتفاقای عجیب غریب و خشن جامعه رو به هم میریزه. هانکه تو این فیلم با نگاه سردش به بچه‌ها، مذهب و قدرت نگاه میکنه. این فیلم آلمانی که برنده نخل طلایی کن هم شد، هم زیباست هم آزاردهنده. رمان سفید یه داستان استعاری ترسناک و یکی از تحسین شده ترین فیلم‌های آلمانی تو IMDb و یه اثر کلیدی تو لیست فیلم‌های مدرن آلمان. امتیاز IMDb این فیلم 78 و 85% از کاربر گوگل این فیلم رو دوست داشتن. اگه فیلمایی با فضای روزآلود، سرد و از نظر اخلاقی پیچیده رو دوست داری که تو رو مجبور به فکر کردن می‌کنن، این فیلمو ببین. شماره 3 در جبهه غرب خبری نیست. این اقتباس نتفلیکس از رمان اریک ماریا ریمارک رو ادوارد برگر کارگردانی کرده و جنگ جهانی اول از چشم سربازای جوان آلمانی نشون میده. بیرحم، خشن و از نظر بصری محشر. این فیلم وحشت جنگ رو مثل کمتر فیلمی به تصویر میکشه. این فیلم آلمانی که نامزد چندین اسکار شده تو کل دنیا ازش تعریف کردن، نه فقط یه موفقیت برای منتقدا بلکه بین مردم هم خیلی طرفدار پیدا کرده و امتیاز IMDb خیلی بالایی داره. اگه به درامای جنگی قوی سینمای آلمان علاقه داری، این یه اثر اجباریه برات. امتیاز IMDb این فیلم 78 و 91% کاربر گوگل هم این فیلم رو دوست داشتن. اگه دنبال یه تجربه سینمایی شوکه کننده و بی‌واسطه از وحشت جنگ جهانی اولی، این فیلم عالیه. شماره 2 سقوط. این درام تاریخی و پرکشش که کارگردانش الیور هرشبگله روزای آخر هیتلر رو تو پناهگاهش تو برلین نشون میده. برونو گاس تو نقش هیتلر یه بازی افسانه‌ای داره، شخصیتی که هم انسانی و هم ترسناک تو لحظه‌هایی که دیکتاتور داره با فروپاشی روبرو میشه. فیلم با جزئیات زیاد پارانویا، وفاداری و نابودی رو نشون میده وقتی که رژیم نازی داره از هم میپاشه. سقوط یکی از بهترین فیلم‌های آلمانی که تازه ساخته شده و همیشه تو لیست فیلم‌های آلمانی با امتیاز بالای IMDb قرار داره. امتیاز IMDb 82 و 93% از کاربر گوگل هم این فیلم رو دوست داشتن. من که خودم به شخص عاشق این فیلم شدم. خیلی برام جالب بود که ببینم لحظه‌های آخر یکی از شرورترین شخصیت‌های تاریخ چجوری گذشته. شماره 1 زندگی دیگران. این شاهکار برنده اسکار رو فلوریان هنکل فون دونرسمارک کارگردانی کرده و داستان یه افسر پلیس امنیتی تو آلمان شرقی رو دنبال میکنه که یواش یواش درگیر زندگی زوجی میشه که داره جاسوسیشون رو میکنه. اولریش موهه تو این فیلم یه بازی بی‌نظیر داره و به مردی که بین وظیفه و وجدانش گیر کرده حس انسانیت میبخشه. این فیلم آلمانی هیجان انگیز، احساسی و به یاد موندنیه. زندگی دیگران معمولا به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های آلمانی تاریخ سینما رتبه بندی میشه. دلیل خوبی هم داره که تو لیست ما اوله. امتیاز IMDb 84 و 95% از کاربر گوگل هم این فیلم رو دوست داشتن. زندگی دیگران یک کنسپت درس برای ساختن یک تریلر درام بی‌نقص که هم پر از تعلیق و هم قلب مخاطب رو لمس میکنه. اگه فقط یه فیلم از این لیست میخوای ببینی، اینو حتما ببین. خب این از بهترینای آلمان. مرسی که همراه من بودین. بیاید این ویدیو رو لایک کنید و حتما سابسکرایب کنید تا دیگه واسه فیلم پیدا کردن راحت باشید. واسه دیدن تیزر فیلم و اطلاعات بیشتر هم میتونید عضو کانال تلگرام هم بشی که لینکش رو برات تو دیسکریپشن گذاشتم. مرسی که تماشا کردین. فعلا